یه شخصی یه ملکی به صورت قولنامه خریداری کرده، اون ملک هم ثبت شده است ولی سند به نامش منتقل نشده. حالا شما با این شخص به مشکل برمیخورید. آیا میتونید اونو توقیفش بکنید یا نه؟ ماده 22 قانون اسناد و املاک کشور میگه که کسی مالکه که اسمش در دفتر اسناد و املاک کشور ثبت شده باشه. ولی 3 تا راهکار وجود داره که شما میتونید از اونا استفاده کنید و به نفع خودتون حکم بگیرید. یکی این که مالکیت این شخص محکوم علیه نسبت به اون ملک در یک دعوای دیگه ای احراز شده باشه، یا اینکه نه، خود محکوم علیه یه جوری اقرار کرده به مالکیتش، مثلا چی، رفته دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی رو داده، یا اینکه شما با استفاده از اسناد و مدارکی که در دست دارین، مثلا مبایعه نامه یا هر چیز دیگه ای، قاضی اجرای احکام رو مجاب کنید که این ملک مال این شخصه و توقیفش کنید.